سلام، من مریم هستم، مدرس زبان آلمانی ساکن اتریش. به کانال من خیلی خوش اومدین. داخل این جلسه میخوایم با همدیگه راجع به نحوه جمع بستن اسامی توی زبان آلمانی صحبت بکنیم. واسه این کار یه چند تا روش وجود داره که اکثرا کتابا اومدن از روش‌های مختلفی استفاده کردن، ولی من میخوام یه ترکیبی از همه‌شون با همدیگه بهتون بگم که باعث بشه راحت‌تر بتونین این کار رو انجام بدین. اول از همه میخوایم بیایم و این موضوع رو ربط بدیم به آرتیکل‌ها. چطور؟ به این روش که بیایم بگیم که خب هر اسمی که در واقع آرتیکلش در بود، ما میایم برای جمع بستنش در واقع یه دونه ا به آخرش اضافه میکنیم. و اگر که هر کدوم از حروف آ، او و یا او داخلش وجود داشت، میایم اینو تبدیل به اوملاوت میکنیم. یعنی چه شکلی؟ یعنی اینکه ما داریم در شقنک. یعنی چی؟ یعنی کمد. من بخوام این کلمه رو جمع ببندم میشه دی شقنکه. یه دونه ا به آخرش اضافه کردم، یه دونه هم آ داشت که اوملاوتش کردم. یه کلمه هم داریم مثل در تیش، یعنی میز. تیش در واقع آ یا او یا او نداره که من بخوام اوملاوتش کنم، فقط میام یه دونه ا به آخرش اضافه میکنم، دی تیشه. واسه آرتیکل بعدی، آرتیکل دی میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، دی فمینین در واقع. واسه دی فمینین اگر که آخر کلمه من ا داشتم، یه دونه ان بهش اضافه میکنم. اگر که ا نداشتم، میام بهش ان اضافه میکنم. مثلا کلمه دیغشنونگ، من بخوام بیام جمعش ببندم میشه دیغشنونگن. ا نداشت، بهش ان اضافه کردم. ولی یه کلمه مثل دیتاشه، آخرش ا داره، من میام فقط چه کار میکنم؟ یه دونه ان بهش اضافه میکنم، میشه دی تاشن. دسته بعدی راجع به آرتیکل داس هستش. ببینید بچه‌ها، آرتیکل داس خودش 2 تا دسته میشه. یه دسته از کلمه ها هستن توی زبان آلمانی که در واقع واسه زبان آلمانی نیستن، از یه زبان دیگه اومدن وارد زبان آلمانی شدن. این کلمه ها معمولا وقتی که وارد زبان آلمانی میشن، معمولا آرتیکلشون داس هستش. خب این کلمه ها رو ما وقتی میخوایم بیایم جمع ببندیم، به آخرشون یه دونه اس فقط اضافه میکنیم. مثل چی؟ مثلا داس هتل میشه دی هتلز، داس کافه میشه دی کافز، یا داس کینو میشه دی کینوز. فقط یه دونه اسم میگیره. حالا یه دسته بعدی آرتیکل داس، اون دسته ای هستش که در واقع خودش کلمه ذاتاً یه کلمه آلمانی هستش. توی این شرایط من میام چیکارش میکنم؟ یه دونه اق به انتهاش اضافه میکنم و اگر دوباره آ یا او یا او داشت، اوملاوتش میکنم. مثل کلمه چی؟ مثلا مثل کلمه بوخ، داس بوخ یعنی کتاب. این کلمه داس بوخ رو من بخوام بیام جمعش ببندم میشه دی بوشا. اق به آخرش اضافه کردم، اوش هم تبدیل شد به اوی اوملاوت. یا مثلا یه کلمه مثل داس بیلد به معنی عکس، من وقتی بخوام بیام جمعش ببندم میشه دی بیلدا. یا یه کلمه دیگه ای مثلا داس لاند، آ داره، آش رو تبدیل میکنم به اوملاوت، اق بهش اضافه میکنم میشه دی لندا. اوکی؟ به این سبک جمع بسته میشن. حالا یه سری از کتابام هستن که میان مثلا یه سری چیزای جزئی تر راجبشون میگن. مثلا میگن که خب اگر که آخر یه کلمه مثلا هایت بود یا کایت بود، بهش ان بده. این میشه در واقع میشه عضو اون دسته از کلماتی که خود داخل حالت فمینین هستن، با اون قانونی که ما گفتیم فرق نمیکنه. یا مثلا میگن که اگر که آخر یک کلمه ای بود، بهش ان اضافه بکن. خب اکثر کلمه هایی که آخرشون ای هست، نمیگم همشون، ولی خب اکثر کلمه هایی که آخرشون ای هست در واقع عضو همون دسته فمینین هستن، دی فمینین، که گفتیم بهشون ان یا ان اضافه میکنیم. و فقط تنها چیزی که داخل این مورد انگار یه مقدار متفاوت هستش، این هستش که اگر آخر یه کلمه نیس بود، NES، من برای جمع بستنش بهش SE اضافه میکنم. مثل کنت نیس، برای جمع بستنش میشه کنت نیسه، دوپل اس میشه و یه دونه ا بهش اضافه میشه. یا مثلا اگر که آخر یه کلمه اق، ان، ال، شن و یا لاین بود، خب من برای جمع بستنشون معمولا چیزی بهشون اضافه نمیشه، کلمه خودش میمونه.
ما الان یه دسته دیگه هم داریم دیگه، یه دسته هم داریم عضو دسته استثناء هستش داخل این قسمت جمع بستن. این دسته استثناء چه شکلی هستش؟ یا اصلا کلا کلمه خود مفردش و جمعش با هم دیگه فرقی نمیکنه، یا اون فرقی که میکنه در واقع از این حالتی که ما راجبش صحبت کردیم جداست، این شکلی نیست. مثلا چی؟ مثل کلمه کالندا در واقع بچه آخرش اق هستش دیگه و خودش و جمعش با هم دیگه هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تغییری داخلش ایجاد نمیشه. یا مثلا یه کلمه دیگه آپفل برای جمع بستنش فقط آش تبدیل میشه به آی اوملاوت، میشه اپفل. تغییرش در همین هستش. اینا دیگه حفظیه، اینا همیشه کلمه‌ای وجود داره که طبق این قاعده‌ای که الان راجبش ما با هم دیگه صحبت کردیم نیست و معمولا مثلا باید حفظشون کرد که چه اتفاقی میفته. و یه دونه دیگه از قانونایی هم که هستش میگه چی؟ میگه اگر که آخر یک کلمه یکی از حروف او، ای و یا اپسیلون بود، تو برای جمع بستنش یه دونه اس بهش اضافه کن، مثل همون حالتی که خودمون راجبش صحبت کردیم، یکی از حالتهای آرتیکل داس. ممنونم که با من داخل این قسمت همراه بودین. منو به دوستاتون که میخوان زبان آلمانی رو یاد بگیرن معرفی کنید و سابسکرایب کنید. تا قسمت بعد.